استاندارد دوگانه ایران در مورد سدسازی ارمنستان و ترکیه بر روی رودخانه ارس. یکی از تنش‌های بین ایران و ترکیه مربوط به سدسازی در منطقه سارگامش ترکیه است که از آب رودخانه ارس تغذیه می شود. جالب اینجاست که همین مسئله سدسازی با ابعادی بزرگتر در ارمنستان اجرا شده و چندین طرح مشابه نیز با همکاری ایران در دست اجراست و نه تنها هیچ انتقادی از جانب این رسانه‌ها و مسئولین انجام نمی شود، بلکه ایران نقش پررنگی در ساخت این سدها دارد که برای مهار آب‌هایی است که به رودخانه ارس سرازیر می شوند. در ارمنستان 87 سد وجود دارد که 12 عدد آن جزو سدهای بزرگ محسوب می شود. بیشتر رودخانه‌های این کشور شاخه‌های فرعی رود ارس هستند، به طوری که ساخت سدهای در برنامه به ارمنستان این امکان را می‌دهد که بین 145 تا 180 میلیارد متر مکعب آب که قرار بود به ارس سرازیر شود را ذخیره کند، در حالی است که سد سارگامش ترکیه تنها 1.6 میلیارد متر مکعب ظرفیت دارد. جالب است که بدانیم ارمنستان هنوز کنوانسیون هلسینکی درباره رودهای مرزی و دریاچه‌های بین‌المللی به تاریخ 1992 را امضا نکرده است. کنوانسیون کشورهای عضو را از تغییر مقدار و کیفیت آب رودخانه‌های مشترک بدون اجازه کشورهای همسایه منع می‌کند. ارمنستان با وجود درخواست‌های مکرر از امضای این کنوانسیون بین‌المللی خودداری کرده است. ایران در حالی از سدسازی در ترکیه انتقاد می‌کند که خود به ساخت سد به ارمنستان کمک کرده و چشم خود را بر روی ورود پساب‌های صنعتی ارمنستان به رود ارس و فاجعه انسانی و محیط زیستی به بار آمده بسته است.